اردوغان اومده گفته که ابوعلی سینا ما وارثش هستیم. داداش تو وارث همه چی، خفن بی‌نظیر. من یه خورده داشتم حساب می‌کردم تاریخ ترکیه رو داشتم از ابوعلی سینا و مولانا و شخصیت‌های مختلف می‌گرفتم، میومدم جلو و عقب. بعد رفتم عقب‌تر دیدم حافظ مال ایناه. بعد نگاه کردم دیدم پروفسور حسابی هم مال ایناه. بعد چمران هم مال ایناه، فخری زاده هم مال ایناه. گفتم اسکل کردی خودتو. توی این منطقه غرب آسیا هویت نداریم، هیچی نداریم، یه چی می‌خوایم یکی بدوسیم یه کاری بشیم. میدونید که تست دی ان ای رو اومدن خواستن توی ترکیه ممنوع کنن. دیدن خیلی شیر بازی نکن سگ اسمانی. به ما میگن آذری. درصد اینایی که توی ترکیه رفتن تست دی ان ای دادن و این همه سال کردا و ارمنیا و اینو اونو فوش میدادن، یا مشخص شده کردن، یا مشخص شده اصالتا ارمنیان، یا مشخص شده ایرانیان. یه سریاشون رفتن خودکشی کردن. فیلم رو دیدید؟ یارو میگفتش که من چیزم، من ترکم. بعد رفته بود دی ان ای فهمیده بود کرده. بعد داشت این خط و نشونایی که رو بال و عضوش کشیده بود با آرم ترکا و اینا همه رو داشت پاک می‌کرد. اینجوریه یه سرزمینی که ما بی احترامی نمی‌کنیم به مردمش. مردم محترم و خوبی هستن، ولی تاریخشون اون چیزی که اردوغان و اینا میخوان ازش در بیارن نیست. همچین تاریخی وجود نداره. گذشته منطقه رو نگاه کنیم، خودش بخشی از سرزمین‌های دیگری بوده. حالا اردوغان داره زور میزنه ابوعلی سینا و این ور و اون ور یه چیزی برای این سرزمین دست و پا بکنه. اب گندر هندن دندر هندر گردن دندر هندر هندر هر ابر ابر هندر هندر ارمرت هندر گدندر در هر